بله، در سومین سالگرد جمعه خونین زاهدان هستیم، روزی که پاسداران و عوامل جنایتکار رژیم آخوندی به سمت نمازگزاران رگبار بستند، روزی که هرگز در تاریخ جنایات این رژیم که متاسفانه خیلی زیاد هم هستند فراموش نخواهد شد. میشنویم صحبت‌های حامد رو از زاهدان که خودش شاهد این صحنه و جنایات بی حد و حصر پاسداران در اون روز بوده. حامد هستم از زاهدان. سلام و خسته نباشید خدمت مجری محترم برنامه. من با چشم خودم دیدم که اینا مزدوران جمهوری اسلامی چجوری مردم به خاک و خون کشیدن، که عده‌ای از این مزدوران اومدن تو میدان کشاورز تجمع مردم چجوری کل جوونا رو به خاک و خون کشیدن، که این ملت فکر کنن با اعدام و سرکوب میتونن این ملت هوشیار رو به زانو در بیارن، ولی میدونن نه، دیگه نمیتونن، چون ملت هوشیار شده. فقط و فقط تب و تابش اینه که این نظام خبیث جمهوری اسلامی رو به خاک و خون بکشه و تا پیروزی ملت ما همچنان ایستاده ایم. ما ملت بلوچ، ما قوم بلوچ تا آخرین قطره خون خودمون ایستادیم و ایستادگی میکنیم. بله، شنیدیم صحبت‌های حامد رو که از شهادت خودش، در واقع دیده‌های خودش برامون گفت، از اون روز بسیار بسیار دلخراش، از اون جنایت بزرگی که فراموش نمیشه در حافظه همه مردم ایران و به خصوص مردم ستم دیده بلوچستان. در سومین سالگرد جمعه خونین زاهدان یادی می‌کنیم از اون روز، از نمازگزاران مظلوم زاهدان که از پشت هدف رگبارهای کور پاسداران جنایتکار خامنه‌ای قرار گرفتند. همچنین یادی می‌کنیم از سرفرازانی که در برابر این ظلم ایستادند. روز 8 مهر 1401 نمازگزاران مسجد زاهدان هدف رگبار گلوله‌های مزدورای سپاه پاسداران خامنه‌ای قرار گرفتند که در واقع در این کشتار پیر و جوان به خاک افتادند و بیش از 100 شهید و بیش از 300 نفر مجروح و نقص عضو از اون روز خونین در خاطر مردم زاهدان و تمام مردم ایران به جا مونده. به راستی که در واقع شقاوت و جنایتی که خامنه‌ای در کشتار کودکان در مسجد مکی انجام داد چه توجیهی داره؟ هستی نارویی 7 ساله به کدومین گناه کشته شد؟ یا محمد اقبال نایب‌زهی، کودکی که 14 ساله بود، در واقع فقر رو تجربه کرده بود، چه جرمی داشت که حتی پول خرید بلیت اتوبوس رو هم نداشت و 12 کیلومتر رو پیاده تا مسجد رفته بود و پاسداران وحشی خامنه‌ای اون رو هم با گلوله از پشت هدف قرار دادن و به شهادت رسوندن. از 100 شهید جمعه خونین زاهدان 20 شهید اون رو کودکان معصوم و نوجوان زیر 18 سال تشکیل میدن، از جمله محمد اقبال شهنوازی، محمد علی گمشادزهی، بعد صلاح الدین گمشادزهی، علی براهویی، ماه الدین شیروزهی و معین قنبرزهی، بعد سدیس گشانی، موسی نارویی، عمران حسینزهی و موسی آنشینی، جواد پوشه، امید سارانی، امید سفرزهی، محمد رخشانی، دانیال شهبخش و سامی هاشمزهی. اینا کودکانی بودند که اون روز به خاک افتادند. آیا میشه چنین کشتاری رو دید و رو برگردوند؟ آیا میشه به رگبار بسته شدن این کودکان و زنان و مردان بی‌دفاع رو دید و سکوت پیشه کرد؟ این سوالها و سوالهای مشابهی بود که ضمیر عصیانگر
و شورشی فرزندان مردم زاهدان رو برآشفت. یکی از این ستارگان درخشان که جمعه خونین رو بی پاسخ نگذاشت شهید قیام یاسر شهبخش بود. یاسر به خونه رفت، سلاحش رو برداشت و پیش از درگیری با مزدوران گفتش که نگذارید که جسدم دست دشمن بیفته. و یک ستاره دیگه در قیام جمعه خونین زاهدان که به نماد جهانی تبدیل شد خدانور لجه‌ای بود که اون پیش از این بارها مورد شکنجه و آزار پاسدارا قرار گرفته بود و تصویرش با دستانی بسته به میله و لیوان آبی که در گرمای سوزان دور از دسترسش قرار داده شده بود به نماد مظلومیت مردم زاهدان تبدیل شد. یاسر شهبخش، خدانور لجه‌ای و دکتر ابراهیم ریگی که در روز جمعه خونین زاهدان به کمک مجروحان شتافت و توسط پاسداران خامنه‌ای دستگیر شد و زیر شکنجه به شهادت رسید. دلاورانی از این سنخ ستارگان درخشان جمعه خونین زاهدان بودند، اونها که تاب دیدن این جنایت رو نداشتند سلاح به دست گرفتند و تا آخرین قطره خون و آخرین نفس جنگیدند و پس از کیفر دادن تعدادی از پاسداران جنایتکار بر قله‌های سرافرازی و جاودانگی یک ملت جا گرفتند و شهید راه آزادی میهن شدند. یادشون گرامی و راهشون پر رهرو. بله، در ادامه برنامه امشب برای گرامی داشت یاد شهدا و اون واقعه و اون جنایت در واقع جمعه خونین زاهدان همراه هستیم با مهمان برنامه‌مون آقای حمید ارباب تا بیشتر از ایشون در رابطه همین موضوع بشنویم، در رابطه با این جنایت و همینطور اون حادثه رو در خاطره ها به یاد بسپاریم. آقای ارباب سلام میکنم به شما، روزتون بخیر، خوش اومدید برنامه روی خط ایران. با سلام به بینندگان سیمای آزادی و همچنین با سلام به هم‌استانیام در استان سیستان و بلوچستان. زنده باشید آقای ارباب. فکر می‌کنم روز بسیار بسیار مهمی است، روز یک جنایت بزرگی که رژیم آخوندی علیه مردم ایران و مشخصاً علیه هموطنانمون در بلوچستان مرتکب شد. برای ما کمی توضیح بدید. خب الان 3 سال از اون واقعه گذشته،
قطعا خیلی جزئیاتش مشخص هست، اما یادآوری کردن اون به نظرم مهم هستش. برای ما بگید که چگونه این اتفاق رخ افتاد، این جنایت چجوری ممکن شد به دست مزدوران رژیم آخوندی و چه شد که این جنایت انجام شد؟ روز جمعه 8 مهر 1401 در گرماگرم قیام سراسری مردم ایران، نمازگزاران مسجد مکی بعد از اقامه نماز به خیابون اومدن سیر جمعیت و به جنایتی که فرمانده نیروی انتظامی چابهار نسبت به یک دختر بلوچ مرتکب شده بود شعار میدادند و توی مسیرشون یک کلانتری نیروی انتظامی بود که مردم در اعتراض به سمتش سنگ پرتاب کردند. انگار که اونا آماده بودن. از هر طرف باران گلوله به سمت جمعیت بارید، از سلاحهای سبک تا نیمه سنگین. تمام نیروهای انتظامی، امنیتی، بخصوص از طرف نیروهای سپاه پاسداران به مردم شلیک کردند. مردمی که دستشون خالی بود. حتی نمازگزاران داخل مسجد هم مورد اصابت قرار گرفتن. طی 1 الی 2 ساعت بیش از 100 نفر کشته شدند. 300 نفر زخمی شدند. این واقعا یک قتل عام بودش. همون روز عفو بین الملل این روز رو جمعه خونین نامید و از طرف تمامی سازمان‌های حقوق بشری محکوم شد. البته مردم زاهدان، مردم خشمگین زاهدان سرخم نکردند و مرعوب این جنایت نشدند، بلکه چندین پایگاه از نیروهای امنیتی و سپاه و چندین بسیج رو به آتش کشیدند و حتی 4 تا از فرمانده های سپاه پاسداران بخصوص فرمانده اطلاعات سپاه استان رو به هلاکت رسوندن. یاد اونها گرامی باد. بسیاری. خیلی مختصر آقای ارباب، بعد از این واقعه رژیم چی کار کرد؟ مردم چی کار کردن؟ حالا 3 سال هم از اون گذشته. بله، رژیم برای اینکه بتونه در واقع مردم رو ساکت بکنه یا یه جوری از شورش مردم جلوگیری بکنه، اولین کاری که کرد نماینده خامنه‌ای نماینده خودش رو به استان فرستاد. اون با آوردن کمک و یا دلدار دادن مردم میخواست مردم رو ساکت بکنه، اما مردم از خون شهداشون نمیگذشتن. رژیم فرمانده نیروی انتظامی کل کشور رو، یعنی رادان جنایتکار رو به زاهدان فرستاد و با مقداری آرد و غیر و ذالک به دیدن خانواده شهدا رفت، ولی خانواده شهدا کیسه آرد رو و کمک اون رو برنتابیدن و گفتن ارزانی خودتون باشه، ما از خون شهیدانمون نمیگذاریم و گورتون رو گم کنید. رژیم نیروهای دیگه از فرمانده های نیروی زمین سپاه و غیر و ذالک رو به زاهدان فرستاد و چندین فرمانده نیروی انتظامی رو طی مدت مثلا چند ماه جابجا کرد از اونجا که خشم مردم رو فرو بنشونه، ولی موفق نشد. مردم بلوچستان از خون فرزندانشون نمیگذرن. همونطوری که میدونید طی 46 سال گذشته این رژیم کاری برای مردم بلوچستان نکرد که هیچ، بلکه جز نمک پاشیدن بر زخمشون ادامه داد. رژیم توی بلوچستان نه کاری کرده، نه کارخونه‌ای زده، نه مرکز تولیدی ایجاد کرده و هیچ.
نمرش تو بلوچستان صفره و مردم نسبت به این سیاست‌هاش خشمگین هستند. همینجوری که میدونید نیروهای امنیتی رژیم رابطهشون با مردم این یک رژیم اشغالگره. همینجوری که تو اخبار روزمره هم میبینید روزی نیست که یک جوانی، یک سوختبری توی آتش همین سوختی که داره میبره نسوزه و این جنایتکارا هر روز به این کارشون ادامه میدن. یا از اعدام یک جوان بلوچ کوتاهی بکنه. مردم بلوچ بخصوص جوانان بیکارن یا سوختبری میکنن یا وارد یک کارایی میشن که خب مجبورند که خانوادهشون رو تامین کنن، ولی این رژیم به جز جنایت کار دیگه ای نمیکنه. جوانان غیور زاهدان و بلوچستان برای ادامه راه اون شهیدان جمعه خونین در هیئت کانونای شورشی در هفته‌های متوالی در زاهدان و در شهرهای دیگه به فعالیتاشون ادامه میدن. مراکز و نشانی‌های رژیم رو به آتش میکشن و به فعالیتاشون ادامه میدن. اونا در پیوند با سازمان سراسریشون، سازمان مجاهدین خلق ایران، فعالیت میکنن، تلاش میکنن تا این رژیم جنایتکار رو سرنگون بکنن که حتما موفق میشن. با تشکر از اینکه این وقت رو به من دادید و با گرامی داشته شهدای جمعه خونین بخصوص از یاسر قهرمان یاد کنم، از خدانور دلیر و مظلوم و ستمدیده‌ای که در تاریخ بلوچستان و ایران و حتی جهان ازش یاد میکنن و از دکتر ابراهیم ریگی که به مجروحین رسیدگی کرد، رژیم تاب نیاورد، اون دستگیر کرد و زیر شکنجه شهید کرد. درود بر اون شهدای قهرمان. بله، قطعا که عزیزانی که ازشون نام بردین و همه شهدای اون روز در قلب همه مردم ایران جاودانه هستند. آقای رو خیلی تشکر میکنم از اینکه امشب در چنین روز بسیار مهمی با ما همراه بودید برای توضیحاتتون در رابطه و تونستیم که این موضوع رو همونطور که شایستش هست تا حدی بهش بپردازیم. بسیار سپاسگزارم ازتون. بله، با تشکر از شما و این وقتی که به من دادین. خیلی ممنون. موفق و پیروز باشید.